الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال ویدیو امروز شروع میکنم. موضوعی را که قرار است امروز آمدم آرش بحث کنم مدل مراحل یک پروژه معمولی دیتا ساینس یا علم داده می باشه. یعنی مدل مراحلی که به خاطر یک پروژه مخصوصا در سافتویر آر ما از استفاده میکنیم قرار ذیل می باشه. و ما مراحلش اولش وارد کردن دیتا هست که امپورت میشه، دومش مرتب سازی، تری، تبدیل، ترانسفورم، بصری سازی، مدل سازی و همچنان ارتباط نتایج ارائهش است. اول وارد کردن دیتا، اولین پروسه از را میتونیم وارد کردن دیتا امپورت بکنیم. ابتدا باید دیتا خود را در آر وارد کنیم. فایل دیتا را باید به شکل دیتا فارم آرت در آرت تبدیل کنیم. یعنی فایل دیتا خود را به شکل دیتا فارم در آرت تبدیل کنیم که آر به شکل دیتا خاص خود می داشته باشه. و اگر داده را وارد نکنیم ما نمیتونیم مراحل بعدی را پیش بریم، مراحل بعدی را انجام بدیم. از این خاطر این یکی از ابتدایی ترین و همچنان یکی از مسائل مهم است. مرحله دوم مرتب سازی یا تیری است. پس از ورود داده ها بهتر است آن را مرتب کنیم. ما نمیتونیم هر رقم داده را استفاده کنیم، باید اول او را مرتب بسازیم. معمولا داده ها به شکل مرتب میشه که هر ستون یک متغیر و هر سطر یک مشاهده می باشد. داده ها به این شکل می باشه که هر ستون که به این شکل یک متغیر و هر سطر یک مشاهده می باشه. این کمک میکنه که تمرکز روی تحلیل داده باشد نه اصلاح. یعنی ما بعد از اینکه مرتب ساختیم بیشتر تمرکز ما روی تحلیل دیتا می باشه بعد از او و تمرکز ما سر منظم ساختن دیتا نمی باشه. تبدیل یا ترانسفورم شامل موارد ذیل می باشه: انتخاب داده های مورد نظر، ایجاد متغیر جدید و محاسبه آمار خلاصه مانند اوسط و غیره. انتخاب داده مورد نظر هم داده که ما میخوایم استفاده کنیم و موضوع ماست و مورد نظر ماست، همون دیتا را انتخاب میکنیم و بعد از او میتونیم در اثناء ایجاد متغیرهای جدید با اساس ضرورت انجام بدیم. بعضی از آمار مانند اوسط، میدین و غیره را میتونیم پیدا کنیم. مراحل تبدیل و مرتب سازی به نام رانگلینگ یاد میشه و خاطر که اینا زیاد وقت هم میگیره و سخت هم است. بصری سازی یکی از دیگر مسائل است. پس از آماده شدن دیتا دو ابزار برای تولید مفهوم وجود داره. یعنی بعد از آماده شدن دیتا بصری سازی و مدل سازی بر ما کمک میکنن تا بیشتر در مورد دیتا معلومات پیدا کنیم که این دو مرحله مکمل کننده یک دیگه است که تحلیل واقعی بین اینمیا صورت میگیره. توسط اینمیا ما مفاهیم واقعی دیتا را به دست آورده میتونیم. بصری سازی یک فعالیت انسانی است. مثلا گراف ها میسازیم، چارت ها میسازیم، امی خودش بصری سازی دیتا می باشه که دیگه مرحله انجام میدیم. میتونه چیزهای غیر منتظره یا سوالات جدید ایجاد کند که نیاز به تفسیر دارد. مثلا ما شکل دیتا را میبینیم که غیر منظم است و یا هم مثلا پراگندگی بیشتر داره که اینجا با سوالای بیشتر بر ما ایجاد میکنه. مدل سازی آخرین مرحله می باشد. مدل ابزار ریاضیاتی و محاسباتی است. توسط مدل ما میتونیم اندازه پذیر هستند یعنی مقیاس پذیر هستند. توسط مدل ما میتونیم با استفاده از ریاضی اندازه پذیری دیتا را بسازیم. بر اساس فرضیات کار میکنه. مدل یعنی حقیقت نمی باشه و معمولا بر اساس فرضیه می باشه. آخرین مرحله ارتباط دادن نتایج است. ما اگر تمام مراحل انجام بدیم و نتایج به کسی بیان نکنیم این فایده نداره و برای ما بیفایده میشه تمام تحلیل ما. نویسی یکی از مسائل است که در تمام مراحل قبلی ما به شکل مشترک وجود داره و با کمک برنامه‌نویسی میتونیم مسائل
زودتر، راحتتر و بهتر حل کنیم. کسی که برنامه نویسی یاد داره میتونه بهتر مراحل انجام بده و با از تکرارهای زیاد جلوگیری میکنه. کسی که برنامه نویسی یاد داره در دیگه سافتیارها مثلا اسپیسیس و دیگرها در اوجا برنامه نویسی نیستند و مجبور است برای که یک کار انجام بدی چندین بار به مینو بری و بعد از او از طریق مینو مسائل حل کنی و در بیشتر پروژه ها از همین برنامه نویسی استفاده میشه.